اینجا بازار تهرانه، میخوایم چند تا از کثیف‌ترین غذای بازار رو بهتون معرفی کنیم. سلام. خوبی؟ مرسی. تا حالا غذاهای بازار رو خوردیم؟ هم الان تا دلتون بخواد با این غذا بزرگ شدم من. چجوری الان مثلا این غذایی که تست کردی چجوری بوده؟ همش پنیر بود، هیچی نفهمیدم. آره. ولی مثلا همه میگن پیتزاهای بازار اینا رفتن این پیتزا فروشه. آره خیلی عالیه. یه دونه اون جلوتر هستش که بچگی با اون بزرگ شدم من. شما زیاد به بازار؟ ماهی یکی دو بار. آره. ماهی یکی دو بار. و تا حالا شده که مریض این غذا رو بخور و مریض بشی؟ اصلا. سلام. خوبی؟ مرسی عزیزم. شما تا حالا غذاها و نوشیدنی‌های بازار رو تست کردی یا نه؟ نه من هیچ وقت این کار نمی‌کنم، میترسم. میترسی؟ واسه چی؟ این همه آدم دارن میخورن. من یه خورده معده‌م حساسه، میترسم. حالا میای با من بریم چند تا غذاها رو تست کنیم؟ بخوای منو بکشی؟ آره. نه؟ میای؟ خوش میگذره، بهت قول میدم خوش بگذره. یکم. یک کوچولو؟ تست کنیم. بخور، چون من دیروز بیمارستان بودم، معده‌م مشکل داره. تو باید تست کنی. تو رو آوردم قشنگ تست کنی. من می‌خوام بکشی نه؟ باشه. بدم بریم. بیا از همین آب میوه‌ها شروع می‌کنیم. من یه سوالی ازتون دارم، اشکال نداره بپرسم. تا حالا شده کسی از این آب میوه‌ها بخوره بیاد بگه که من مسموم شدم؟ نه، تازه است خانم. تا نشده. تا نشده؟ نه، چون آب میوه تازه است. تازه است؟ خب به ما پس من طالبی. نمی‌خواست بخوره مثلا. گرم هوا. طالبی. یه تونه من طالبی. آب هویج. یا آب میوه ما تازه است، به روز همه چیز روزانه. همون میوه است، اصلا روزانه است برای ما. نیم داری؟ چطوره؟ خون نخوردم. بخوری؟ بسم الله. بسم الله. نه خوبه. خدایی عبیدش عالیه. اینم تازه است. تازه است خوبه. ویدیوشو کجا پخش میشه؟ سلام. خوبی؟ من دوستم گفته غذای اینجا رو خورده، دوست داشته. میخوام ازت یه سوال بپرسم. اینکه تا حالا کس شده که یکی بیاد پیشتون بگه که من غذای اینجا رو خوردم، فرداش مسموم شدم رفتم دکتر؟ بله شده. بله. واقعا؟ همیشه پیش میاد، بعضی وقت پیش میاد همچین چیزی. مثلا امکان داره شاید مثلا یه چیزی بیفته تو غذاش وسط غذا خوردن، حالا یه حشره‌ای، حالا یه خلاصه تو هوا شاید. نه ما اینجا همه چی تحت نظر بهداشت ما میاد اینجا هستش. خلاصه بازار دیگه، اینجا روزی چندین هزار نفر میان میرن، بهداشت هر ماه هستش. اکثرا راضی اکثرا آره، ما اینجا مشتریمون همه هستن راضی ان. ولی خب اینجور چیزا تو خونه هم میتونه پیش بیاد، مثلا غذایی بخورن که مثلا مسموم بشن. تو بیرون هم طبیعیه. مرسی از صداقتت. عالی بود عزیزم. پلنگ چش قشنگه. موضوع ویدیومون غذاه. پلنگی دوست. شلوار نیست. پلنگی دوست. بدلیجات نیست. ببخشید آقا، میام برمیگردم. ببین این که عالی بود واقعا، همه رو خوردیم. دستکش بهمون دادن. خیلی خوشمزه بود، واقعا خوشمزه بود. مرسی.
خدیجه توده بفهم از کدومش؟ فرق نمی‌کنه یه دونش از اینو برات بگیرم آقا اینم برامون حساب کن بچه‌ها 20% درآمد این چنل واسه بچه‌های کاره پس حتما لایک و سابسکرایب کنید حمایت کنید اون زنگوله هم بزنید دوستان ویدیو بعدیمون مسلمه من برام عجیبه واقعا عجیبه هر کسی که تو این بازار کار میکنه از هر کی پرسیدین گفت یا شرف میره رستوران یا مسلم میره بیا میخوایم بریم پیتزا بخوریم من کاری با تو داشتم تو میخوای من بکشی؟ یه پیتزای دیگه رفاقت تقریبا من 2 سال پیتزا نخوردم 2 سال پیتزا نخوردم بعد الان بیام اینجا پیتزا بخورم من حالم بده شما از اینجا غذا میگیریم؟ من اومدم یه ساندویچ بگیرم حاجی زاده. اینجا غذاش چجوریه لطفا بگو. خدا اصلا نیومده میدونی اولین بار. حالا شده غذا بازار غذا بخوری فرداش بیمارستانی بهش دور از اتفاقا غذاشون خوشمزه است صفه. تازه است. آره شماره 133 هم صفه نگاه کنید. 133. خب ببینم چی سفارش دادی؟ یه همبرگر قارچ و پنیر. تو پیتزاشو پیشنهاد میدی یا همبرگرشو؟ من همبرگرشو. آقا پیتزاهاتون خوشمزه؟ باید از مشتریان میپرسی خوشمزه است پیتزاهاشون؟ شما خوردید از این پیتزا حالا؟ قبلا خوردید؟ الان دیگه نمی‌خورم. قبلا خوب بوده. یه پیتزا خوردیم 3 تا نوشابه چقدر درآمد؟ خب من میگم 1 2 3 مال تو 4 5 6 مال تو 7 نصفش مال تو نصفش مال من بخور دیگه یه ذره بخور لاغری جون بگیر عزیزم این مال من بخور من چی مرده مانتو طبقه بود حرفی ندارم پایان ویدیو رو باز می‌ذاریم